ممانعت زنای افغان از تحصیل ادامه ترور بر ضد مردم افغانستان است. هر اقلیتی که اجماع اکثریت در نظر نگرفته با خشم مردم دچار شد. اگر هدف است که مردم افغانستان را برده بدل شوند و فاقد تمام مهارت‌هایی که آینده افغانستان به او ضرورت داره، از این قدم منفی تر برداشته شدن میتونه. یعنی این قدم در برداشت شدن مردم است. مردم ها به برده خلاص میکنن و میخواین زن افغان کنیس باشه. کسایی که آگاهانه در پیمان نگین دوحر امضا کنن، امروز به شرم خود اعتراف کنن و زمینه سریر با مردم افغانستان شریک بسازن که جمهوریت از خاطر چی قربانی کردن و کدام معادله بود که جمهوریت قربانی کردن. اونایی که در داخل خیانت کردن و با پول یا با وعده و وعید تسلیم شدن، باید امروز شرم تاریخی خود درک کنن، چون امروز اولادشان هستند و افرادشان هستند که قیمت از زیر پناه میدن و شریکایشان که دوامدار از اینا دفاع میکردن امروز با مردم افغانستان رو بگوین. و نقطه دیگه است که آواز صلح‌آمیز تمام مردم افغانستان باید بلند شد. همه باید در هر افغانی که در هر نقطه دنیا قرار داره در این وقت باید به یک آواز واحد بیاید. این مسئله نه تفرقه است، نه قوم است، نه سمت است، نه جهت است. حقوق ملی تمام مردم افغانستان مطرح است و وحدت میخوان. و کسایی که میخوان نصاب ما را بدل کنن، بر چی نصاب میخوان بدل کنن؟ آیا افغان است یا وسیله طرحهای دیگر است؟ چرا کسایی که استادایتان هستند یا شریکایتان بودن تنها میخوان افغانستان را محروم بسازن؟ آیا ناخودآگاه به طرف تباییر اون است یا آگاهانه میخواین افغانستان رو محکوم بسازن؟